معنای اساسیش ابرو. همین رشه‌ای که سرگ میگفتن اینجا، همین ابرو رشه مانند دارد. این اساسی همین کلمه آریایی است. تاریخ دیها مانند همه دیه‌های در تاجیکستان بوده خیلی قدیم است. این دیه‌ها نکم از 10,000 ساله تاریخ دارند. یعنی تاریخ با اون معنا که به همه دیه‌ها مردم آریایی تبار از جاهای من دشت و از اینها به خود طرف‌های بدخشان به طرف هند من کوچ بستن سفر کردن. یوسف شاه یعقوب شاه در سر بسخر در وقتی راه کار کردن تاریخش با 2500 سال پیش آدم وجود داشته است. نیکی آدما اساسی از بالا برای زمین استفاده زمین در بالا زندگی میکردن. مثال در خرنی، در غوک، خانه‌های غوک میگن. انا خرنی قبرستان چون همین خیلی که دیروز گذشته باشد همین خیلی قبرستان دارد. برام در لغت سانسکریت یعنی سانسکریت زبانی کهنی که ویدها نوشته شدند. در همون به معنای ابرو آمده است. ابرو به معنای اکن ابرو به معنای همین دیها همچون ابرو نیو. یعنی وقتی که ما به ابرو نگاه میکنیم یک جای بالا از چشمان است، پایانش یک جای خم بدگی همین جا مانندی دارد. به ابرو از بالا جای خم پایان تر همین میگن مثلا ابرو. این کلمه در زبان روسی هم برو میگن، زبان انگلیسی هم هست دیگر. یعنی جایگیر شوی گیریم که همون جایگیر شوی همین لندشافت همین یا که جغرافی این همین خیلی به دست که یک تیپه بودگی و یک جای هموار. همین جای همواره که تیپه اگر که بالا باشد و اونجا اگر مسکن گرفته باشد ابرو یعنی از بالا از بلندی. خب این برو گفته هر سه همین دیهای خورده که به همین داخل میشن همین در نظارن. از یک جهت دیگر اینا رو میگن دیه اول میرد دیهای اول، دیهای دوم و دیهای بالا. یعنی پایانش هم میگن پایان دیها. در زبان استقامت کنندگان میگن پونی دو دیها. کر دیف یعنی به معنای کری که یک سنگ هست و چخور هست مثلا بارید شدن ممکن است. کر دیف. بالایش هم میگن که سری دو یعنی سری دیها، بالای دیها. هر سه همین جا یک نام دارن برو. آواش خندن سنگاش مروارین
ای دیهای بسخر و دیهای تغمه یا بسخر و دیهای جای تولدم تغمه یعنی که جای توی کرگی مزیستم همی بسخر و براغ شلاقی براغ میواره میبینی بلبلا در چهچه گنجشگاه در خونش آوای دریای فسان میواد امو تابی دلت آد گرمی عصبات آرام گرمی در امو آوا و در امی دریایی که هستن و بالا پول گذاشتیم. شلاق من چند بیخ شلاقی نغزه شلاقی خوبه و فیض و برکت ای چند دیگه هیچی کمبودی نداره گاو مال داریم زمین آب داریم همه رو داریم بعد هوای شروع کسی بیا معقولش گرمه ما میگیم خیلی بلندیم کسی بیا میگه جای شروع بعد هوای تازه بهترین وطن دارنده و حرمتداری مهمونا و اهالی همین خلق بسیار آدمای زور بودن برای همین براغ خیلی او تاریخ اساسی از گجا اومدن شه آدما را نمیدونن که اینا از گجا اومدن در اینجا جا گرفتن این قشلاق‌ها را ناماندن مثلا خورگ وسخر این براغ ما براغ انان قشلاق سه تقسیم مثلا سنجری پونی دو کردیف سر دو مردم البته با کشاورزی چاروا داریم کشاورزی و باغداری به مشهور بودن کشاورز بودن برای که همه زمین های باقی مونده که بیرون از جای استقامت و خانه های ساختگی هستن بیرون از اینها را به همین چی مشغول میشن زمین البته کشت میکنن گندم میکارن جو میکارن ارزن میکارن کارتوشکا مثلا میکارن همین چیزهای پولیزی مثلا در همین جا کاشته میشه که مثلا برای گرفتن استفاده بردن برای دریافت مثلا چیز باغداری با این دیگر دیه ها وای نکنن مراجعت نکنن از خودشون باشن مثلا گندم به دست از خودشون جو به دست از خودشون مثلا کارتوشکا به دست سبزوات در اون یا پیاز به دست دیگر میکاشتن برای که زمینی نزد حولگی هر کدامش داشتن زمینی نزد حولگی تقسیم شدگی بود تقسیم که یک خواجگی منه مثلا 10 سوتیخ 5 سوتیخ 4 سوتیخ وابسته به اون که چقدر شماره همون باشندگان هست همون زمین تقسیم کردگی زمین امتا اولادن آمدگی مثلا میراث آمدگی که من از پدران من آمدگی ارزونه ها آمدگی همین خیلی باقی مونده تا با امروز همین رسیدگی هستن جمع‌آوری علافی زمستونه را سر کردیم. همین بروز سر کردیم. این مثال می‌درویم.
وقتی که با این طرفش کوک شد روی دیگرش میکنیم. این طرفش کوک شد میبندیم مثلا خیلی 26 اسپت کردیم میبریم مثلا این بالای سنگون میمونیم آب میمونیم که برای دیم دروی چرا دریا کنیم مثلا وقتش نگذره دریا کنیم. انا ماه سپتامبر با دیم دروش هم میرسه. دیم درو بعد ماه سپتامبر دیم درو سر میکنیم. وایش هم خیلی با همون کوکش میدیم هم خیلی میبریم در چی میتپیمش جای مخصوص در چیدک و در کدونا میگن بابیات کدونا میگفتن انا همه میش میکنن. خیلی ما هم زندگی که همین زندگی اید داره و همین خشدار جاگه همینه که و چرواداری است که همین چرواداری را که تلخه میکنی مثلا تا 5 6 تا 7 چی میکنی بعد خیلی یک چی میکنی میشه تربیتش میکنی که زندگی تا که پیش بره که همین سوشی پرده اگر هم خیلی اگر دیم دراوش هم خیلی باشن میشه که سوزه که هم خیلی علاوه اگر آب بتیم هم خیلی چی میکنیم علاوه که چی میکنیم تا همون اون طرف یاد وسخر بالا میگن اون طرف هم میبریم ماشین کاتی یک ماشینی هم گاز 53 هم میشو تا 2 ساعت 300 سوم در زرا هم طرف میبریم اون مال مایده کاتی بزرگ گوسپن کاتی همین دره همین بالاتر همین دره ایلاق داریم انا دارم جا بردگیم انا هازی اوچیام و شیرام همینجان انا امروز پگم کشوندن او بالا با سر میشود انا میبریم شو بعد با او بالا میبریم شو بعد خاو میزون چند خاو در ستوتکل خاو در سنجری خاو بود همین علافی عمومی میدرویدن و نگاه میداشتن برای زمستان گذرانی چاروا گاو در نامی قشلاق مایده باور کنی من با چشم دیدم 500 چی بود سر گوسفند بود 100 سر گاوی دوشایی بود گلخور است گلخور در همو جمع هست گلخور یک گلی همیشه زرد می شود بسیار بوی تراوت خوب دارد همون خوب در اونجا من خوچ میگن چیزی تبابتی است در اونجا هست خوب تخچ میگن برای بسیار کسلی های پوست هست در اونجا هست با مثلا آلوچه هست در همونجا بعد یک چیز میگن که همین خیلی مایده با لهجه اونجا اینا در سرخچه توب است به مانند خربوز کپیده یعنی باید جدا مایده هست اخمن میگن مردم اونجا اینا اخمن میگن مایده بسیار اگر که پزد بسیار شیرین میشود اونجا اینش هست خوب با گیاه های اونجا مثلا چیزی که استفاده میبرند توران اونجا به هست در خدی همین دهنی و اون دره طرفی اگر این خیلی سیم طرفی آب میبیاید دره به مثلا توران هست من ریواج هست چکری میگن اینش مثلا هست یک چیزی که زماروغ میگن اینم تبابتی هست یک چیزی شفاباش کارش باباش اینه نمیاد چی میگن پیپلاق اینا پیپلاق برای
شکم درد همون چون میگفتن که برای شکم درد دواه هست. بعد یک نمای دیگر حالا بالاتر و همشم کاورش میگن مانند هم تربز برینه وقتی میکفه بعد که وقتی رسید میکفه و بعد جمع‌آوری میکنیم کوکش میکنیم هر یک جون چیز تازهش میگیری برای همین انگینا خیلی بامیون میگفتن که برای انگینا بعد همین مثلا خطرش هم برای چی بخوری برای بدرا همین شیشه هم برای دوای شیشه هم دوا بوده است. این علف‌های ما همش طبیعی همش علفی فایده آورن اعمال بسیارتر برای همین یک علف‌ها بین برای همون که ما همون برای خدمت من همین مرک ما آیله ما داری تیار کنیم داری اونو کو گیای ای دروازه ای در دسخر دهه دسخر برای این همش فایده آوره آدما ندونم همین داری دنیا رو میرن ابتکا میگیرن یکی ما کم داری را صرف کنیم. همه چیز گل دارن امی جای ما همه چیز هم پری گلای دوری نره و زنبور که امی گلو بسه سال کنمی هم سیشکی چوریشکی همه گرفتنیم سال همه چینی داره براغنیم خورد نیوه همه گرفتن خیلی برای می بس سودا زنبور پروری همین وطن زنبور ببین همین شلوغی میشود زنبور پروری هم ما کلیسی میدومد دوزیم زنبور پروری را در هر خوجگی حاضر همین 14 خوجگی در اینجا زندگی قریب همه ما زنبور پروریم زنبور داریم این سال حاصلات خوبه با همین نرکی میگن فرض کردیم ای کمال اوغان همین نرکی علف بسیار است میگن سالی اصل خوب شده اگه حاضر یک بار گرفتیم ساز اصل گرفتیم آینده هم امیدواریم که دیم کشکده بود بسیارتر اصل گیریم. اولی و نمی اگرات سنگشونه و کاو کدره و نمتری کورو اولی در خشوه وی تریبین ای خشوه ببرومن کرچکه پچکه خشوه کرن پیاز سوزی و اگراتوش نه بعد در کاو کدره بو برای گو مولشون خیلی داخلی هم قشلاقه گو مول دارن مردم. کارتوشکا حاصل ناز می‌کرد. دیم که نانی وابسته به همین خاک لذتش فرق داره. با لذت تره نسبت دیگر زمین و کارتوشکا حاصل بلند میگیرن. این همین اماکی نظرالی این نمی نکارد ایامین قریب 2 تن میگیرد حاصل ولی همش توشکه و پیاز و اگرات همه کو کدره بای خودت او دوری پیش تماکی میکاریم پیله 1 تونی تماکی میداییم 300 کیلوی پیله میدامن هر کس بای خچه کنه برای خودش توشکه میکارن بای خودشو رشقه و همش برای خودشون زندگی برای خودشون. در زمین کم کارتوشکا میگیرن خیلی 300 کیلو 400 کیلو میگن بر وقتر 2 سال پیش
مثال همی ساوز 1 تن میگرفت، همی عظمت ما نیم تن میگرفت، ساوز نظر میگرفت، همه بچه ها میگرفتن. همینایی که نغز مهنت میکنن حاصل نغز میگرفتن. کسی که مهنت نغز نکنه حاصل کم میگیره. حاضر فقط همین کارتوشکا کم کم پیاز میکارن، هیچ دیگه یعنی فقط مال و گاو. چی می رفتیم دیولاخ، هم دیولاخ میگن هم بالا می رفتیم. خیلی چی روغن می آوریم، قریط می آوریم، چکه می آوریم. هم تاری کاروی چین بیم. حال دیگه که کی گروم هیچ کس نروم، ولی فراغون نیست، همه چیز است. باخ کمپیر چیم دیگه. امی ایلچی میگن آخو ایلچی او بیکاری نیست، فقط هم کاری. هم چرخ میکشیم، دوغمون میریختیم، قریطامون چی میکردیم، گاومون میکشیم، بزمون میکشیم. میگشتیم شب روز شب نمیدونستیم شب چاوه گذشت، روز چاوه گذشت. اما 6 ماه میستاییم، 6 ماه هم 6 روز میتاب در چی ما. نظری ما هم 6 روز. کاری خیلی میگن چی در کار کنی یکیست، هیچ قرار نیستیم، فقط کار. گاو میگرفتیم و خیلی مردم، بعد می آوریم روغن قریط می داییمشون برای آدم را ذخیره برای زمستون. می آوریم خیلی فلک روغن می آوریم، یک نیم تشه می داییم، با یوش خدمو می خوریم، استفاده می بریم با تا وقتی گاو ما گسالکنی و چی مونه. 12 سال ما خدم آیلم، ای ما ای نهید اکی چلا ای جوره یک چند کس 15 سال الیچی کردن. الیچی میگن در صحرا مال و گاو نگه میدن، شیره میکشیدن، جرغات میزدن، جرغات بعد چرخ میکشیدن. روغن بسیار روغن زرد، حاجتی روغن ریپایی نبود. در اینجا اگر ستایش نکنم وطن، همه نمودی میوه میشود. هر حال باقی مانده است گیلاس، آن درخت چهارمغز باقی مانده است، زردالو نوعی امی تهجایی همش نمود. بعد سیب، هم سیبی محلی است، هم این سیبایی که نو برای داشتناکیشان زمستان انا اینو شنونده اینه نمینا همش همون سیبی زمستان یک میوه مثلا هست در اونجا هست، نامش کوب سلطان. من در شهر ندیدم کوب سلطان. وای به مانند همین آلوچه هست، آلو بر این هست، وای نه آلو هست، نه آلو بالو هست، نه آلوچه هست، نه گیلاس هست و یک کوب سلطان میگن. مزهش هم مانند اینها نیست، من ندیدم در اینجا. یا که مثلا کیون هست، ناک هست، میگن نشپاتی هست، اینها در اینجا هست، اینو را دیدم. یکی کیون ندیدم اینجا. با مثلا کیون قدر کلان هست، وقتی پختنش با وقتی که میپزد بای میشود خودش میافتد، چنان با مزه هست که مقایسه کردن با ناکی که ما میگیم از این وزنش هم کلان است.
لذتش هم دیگر است. این هم درختش هم سبب دیدیم است مثل چنار است. که درختش درختش مثلا مانند چنار بسیار کلان می شود. مثلا مانند از زردالو هم کلان می شود. بسیار شاخهای کلان با مانند چنار برای بسیار کلان می شود که همین چی بسیار می گیرد. تو تمی پگایا مولی اوجا می تو تا چیندم همی عقیبی خونه همی سرش تا پونش همش تو تایی نظمی چیندم حاضر کردم گفت دختر ما که امروز به کار موندیم تو تام نظمی چینن اینه 6 9 10 قاب تو تیگه پاری ندن همون شپنگن ایک چرده کنده پمیدارا را میبرم خاک میکنیم میشکیم شدن تمت میکنیم میشکیم سلط میکنیم میچینیم میبریم در آی نموشی فراش هفته و میکنیم خاکشیم میشکیم در بنکا پرشو میکنیم برای اوقات زمستون سلط میکنیم نیم دیگو کتنده زندگی در ده هم خوبی از چنده بگوی تشکت به سوم پیازت به سوم شیر جرغاتت به سوم نمی آرده میگیریم روغن تمام سری ده میگن در همونجا مزار است مزار خواجه سبزپوش یعنی خواجه سبزپوش همون نفری که لباس سبز میپوشیده است سبزپوش نامش همه خیلی موندن خواجه سبزپوش از روی لباس پوشی بها دادن از روی خواجه سبزپوش هست خواجه سبزپوش هست خواجه زردپوش یعنی از چی میشد از همون پوشیدن همون لباس است خواجه من از اون دره که گفتم که بسخرب هست اونجا دره خواجه سلطان شمس‌الدین است خواجه برنجاب هست بلند اونجا هست خواجه روشنایی هست همین مردها در همونجا بودند یا زندگی کردند یا که همچون در سفر بودند در همونجا یک مقدار وقت زندگی کردند و فوتیدند وقتی که فوتیدن در همونجا اونها مزار برای اینها وای کردن درست کردن و بعد نام گذاشتن در نزد همون دریا را دریای وسخروی آب میگن خواجه شادمان هست از اون طرف آب خواجه شادمان هست اونجا انا بعد با دیگر مزارها هستن همین تا اومدگی تا با آخر مزارهای زیاد اونجا هست بچه‌ها همی خونه قدر دور هم نمی روند و مسافه همی 50-60 متر در تای گردی زمین ها رفتن میگیرن میارن رام میکنن انا بسیارتر اینها تخم با تخم کلان میکنن بعد یک چیز دیگر با تخم مرچک میگن اینه با مانند این همینا خیلی با جگاری میده میگن میگیرن میارن میدن رام میکنن همی کوبچه را کلان میکنن در مدت 3 ماه میفوره که اینا کوک شوند پروسس در 3 ماه این از اول برآمدگی جوجه کوک تخمکش میگن بعد تخمک 1 هفته بعد وقت دارند بعد سیانولک خوردی میگن 1 هفته بعد با سیانولک کلانی میشود بعد فرخک میشود به حالت فرخک شدنش همه یمی پری کوبچه‌ایش هم میپرتاید پری کوگی میکنه اما حالت هم خیفناک برای جوجه کوبچه حالتی که پری کوبچه رو دو پری کوگی میکنه سوزنک میگن و دست کردن ممکن است در حالت بعد بسیارتر اینو تلف می‌یابند میمیرند بعد احتیاط کرونا میکنیم و کارو را رفته صحرا همین تخم کوگم میاریم در مرغا در تای پای مرغ در میمونیم جوجه میکپونه انا یک چند سال همی خیلی کردیم بعد همین جوجه که مرغ میکپونه کوگی خوب نمیآید مثال کوگی جنگی نمیآید چخیلی مرغ است رفتار مرغ میگیره صدای خوب نمیکنه جنگ نمیکنه
سیانولک کلونی خب فرخک قنجک فرخک خیلی با بلندترش با توق میبره در تایمکش اینمی خیلی بعد طولکش میدادن در یک جا پرش میریزه با اینه و پر میگنه با نمودش دیگر میشوه ما در بغلمون میگرفتیم همون میشدن کوگه میشدن که اوچو میکنه پیتا میکشیم بعدمون میومدن بعدمون میرفتن اگر جای میرفتیم این کوبچه 4 روزه کوبچه انا این 15 روزه کوبچه این سیانولک کلونی شده است اینه سیانولک کلونی یعنی 10 روز بعد این همه این پروی حوزی نمایانن این پرو را میپرده پری کوگی میکنه پرو دیگر رنگ دیگر میگیرن پری کبود میشه و کب بری همه خوب کبی خوب هم اینا میشوند اینا برای بسیار همون موماشون دیدگی نیستن با آدم تیز را میشوند اینا با آدم را میشوند کبگوی خوب میشوند با گجوی رسید همین خونه و آدمت میروند میآیند خلاصه در صحرا هم گم شوند باز برگشته به خونه میآیند اینا کبگوی خوب میشوند این کبگی میده اینا فهمیدن که هر کس نمیتونه در همین حالت ها ما میفهمیم بسیار کلان کردگی ما میدونیم که همین نرکوگ میگیم کوگی نرسید نرکوگ معلومه که همین چیش میفهمی از چشمای گردش سرش گرد بعد از پایاش غوز پای غوز داره وطن نقضه تا آنی هستیم وطن خوبه زادگاه میگن زادگاه شیرین است یک مردک از تاجیکستان بوده در شهرهای بیابان کسل شده است گفته است که اگر که من قریب مردن اومدم من در یک تپه بلند برای همون جمعون وفات که کردم بای وطن به من برسه وطن شیرین است تولد شدیم در همینجا زندگی کردیم نیستیم خواه خنک خواه گرم خواه برف خواه هوا چه خیلی نباشد زندگی رفته است